سلام عرض میکنم. با اجازه جلسه دوم آموزشمون رو شروع میکنیم. خب من راجع به مثالی که با هم دیگه داشتیم، مسافرت ما از تهران به مشهد، چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. یک، ما اگر از تهران بریم به مشهد و در یک زمان معقولی این سفر رو انجام ندیم، یعنی مثلا اگه قراره با خودروی خودمون این مسافرت رو انجام بدیم، به طور مثال 10 ساعت یا 12 ساعت قراره ما در مسیر باشیم. اگر به جای 10 ساعت یا 12 ساعت که نرم به واقع سفر هست با وسیله نقلیه مثل یک خودروی سواری از تهران به مشهد نرسیم و این سفر ما مثلا 3 روز یا 4 روز طول بکشه، در واقع ما کارایی نداشته به واقع سفرمون. من حالا راجع به کارایی توضیحات کاملتری رو خدمتتون عرض میکنم، فقط به عنوان یک مثال خیلی ساده دارم اینو عرض میکنم که اگر ما از تهران بریم، راه بیفتیم و به مشهد هم برسیم، مسیرمون رو هم درست انتخاب کرده باشیم و نهایتاً به هدفمون برسیم، اما این فاصله ای که طی میکنیم تا رسیدن به هدف به واقع اون فاصله منطقی نباشه، اون فاصله نرم نباشه. به جای 10 ساعتی که ما قراره تو مسیر باشیم 50 ساعت تو مسیر باشیم، چه میدونم 100 ساعت تو مسیر باشیم. ما در واقع رسیدیم به مقصد اما کارایی لازم رو نداشتیم. تعاریف بسیار زیادی داره کارایی. یکی از این تعاریف راندمانه، یکی از این تعاریف استفاده بهینه از منابع، یکی از این تعاریف انجام درست یک کاره. اون کار درستی هست یا خیر مد نظر ما نیست در کارایی، فقط انجام درست یک کار رو میگن کارایی، میگن راندمان، میگن استفاده بهینه از منابع. اگر ما قرار هست از تهران به مشهد بریم با وسیله نقلیه خودمون، باید بتونیم در یک زمان مشخص این مسیر رو طی بکنیم. اگر در اون زمان مشخص مسیر رو طی نکنیم، در واقع ما کارایی نداشتیم، راندمان ما مفید نبوده. فعلا به اثر بخشی نمیپردازم، فقط موضوع من کاراییه. ما در سازمان ها منابعی در اختیار داریم. مفهوم کارایی در سازمان یعنی این که ما بتونیم از منابعمون به نحو احسن استفاده کنیم. این منابع میتونن سرمایه های انسانی ما باشن، منابع مالی ما باشن، تجهیزات و لوازم و وسایلی که در واقع در اختیار ما هست، و یکی از بزرگترین منابع غیر قابل بازگشت که در اختیار ماست و ما متاسفانه خیلی کم بهش توجه میکنیم زمانه، و همون موضوع مدیریت بر زمان که ما باید این رو کاملا درک بکنیم که مفهوم مدیریت بر زمان این نیست که ما بتونیم زمان رو کنترل بکنیم. ما در واقع باید خودمون رو کنترل بکنیم که بتونیم در یک مدت زمان مشخص کاری رو که قرار هست انجام بدیم رو به درستی انجام بدیم. الان موضوع من در واقع انتخاب مسیر درست نیست. الان موضوع من رسیدن به موقع است. الان موضوع من اینه که در موضوع کارایی من بتونم کارم رو، پروژم رو یا هر آنچه که در اختیار من بوده رو به درستی و در زمان مشخص با استفاده بهینه از منابع انجام بدم. همه این مفاهیم موضوعات مرتبط با کارایی هست و در واقع یه جورایی کمیت انجام یک کار رو میرسونه. قابل اندازه گیریه. ما کارایی رو اندازه میگیریم، راندمان رو اندازه میگیریم و برای ما کاملا یک مفهوم کمی داره. ویدئوی دومم رو تمام میکنم صرفا به این جهت که برای شما قابل هضم باشه و وقت مناسب رو بذارید برای به واقع دیدن هر ویدئو. در ویدئوی بعدیم انشاءالله به موضوع اثر بخشی میپردازم و در ویدئوی بعدیش انشاءالله یه جمع‌بندی دارم و حتما بهره‌وری رو توضیح میدم.